آماده ای؟ آماده؟ بریم. خوش اومدید به یک کول تایم دیگه. باز هم علی. منم سلام میکنم به همه برابکس. امروز چی داریم علی؟ آقا قراره یکی از دغدغه ها یا یکی از تجربه‌ای که هممون نه دغدغه شیرین ترین کاری که میتونی تو اون لحظه آها خب این یک بازی داره، یعنی اون لحظه رو هم قراره ما توصیف بکنیم و لحظه های قبلش هم عملاً بچه در مورد تقلب سر امتحان و امتحان و مامانم نبینه ویدیو رو، حتی بابام معلم‌ها حاجی معلم‌ها ببینن تقلب کردیم روالا. ما خانواده نگاه نکن، ترفند یاد نمیدیم، تجربه داریم به اشتراک میذاریم. خانواده‌ای کلیک کن، اگه خانواده من یعنی کلیک کن، لایک کن، ببند. آره آقا بریم بفرمایید. چی برامون داریم مارکو؟ بذار یک مقدمی از خود امتحان و اینا بگیم. شبای امتحان، بدبختیایی که شب امتحانا که خاطر جالب شروع کن. آقا خاطره جالبی که من دارم برمیگرده به کلاس دهمم. امتحان کلاس دهم ما پیش هم نبودیم. نه کلاس دهم با هم دیگه نبودیم. کلاس دهم امتحان ادبیات. ببین من امتحان ادبیاتم اینجوری بودش که دو تا امتحان قبلیشو خراب کردم و واقعا برای اون امتحانی که قرار بود امتحان نوبت دوم پایانی باشه استرس خیلی زیاد داشتم و ترس از اینکه دوباره خراب کنم. دهم خود معلمامون طرح می‌کردن. نه دهمش فکر می‌کنم امتحان ادبیات فارسی و فیزیک برای ما فارسیش هماهنگ بود. خدمت عرض باشم که آقا من استرس اینو واقعا داشتم و شعر حفظی دغدغه همیشگی هر جوان ایرانی در ادبیات. صبح میتونم بعد خاطر شعر حفظی امسالم بگم. زاغی از اونجا که نه خب آقا برای شعر حفظی ها بنده یک مشکلی پیدا کردم. شعر آخر رو ندیده بودم، مثلا در طول سال وجود نداشت. ببین یعنی من باز کردم گفتم خب کی فهمیدی؟ من دقیقاً شب امتحان فهمیدم که بازم خوشم فهمیدی. بعد شب امتحانی که دارم میگم مثلا ساعت 4:30 صبح بوده اینجوری شب صبح امتحان دیگه. امتحانش میگم ساعت 10 برامون 9 آقا کاری ندارم. استرسی که اون لحظه من اومد و برنامه‌ای که کلا از من به هم ریخت برای مرور کردن. یه سوال این پرانتز واسه کنم، چقدر استرسی برای امتحانا؟ بستگی به امتحان واقعا بستگی به امتحان. میانگین بگیر 1 تا 10. 8 واقعا چرا 5م من بچه من جذاب‌ترین خوابای زندگیم شب امتحان بوده. من از شدت به جز 2-3 تا که واقعا گفتی امروز من از میگم من دقیقاً همین امروزم با مرور می‌کردم. دقیقاً همین بود داستان. من بعضی موقع شب امتحانا واقعا انقدر استرس من از خواب میپرم و خیلی دارم خب سعی میکنم خودم بعضی موقع کنترل کنم. میخوام بجام من شیمی داشته باشم، شیمی حالم به هم بخوره. اینا خب حرفیه برای خودش. خب حالا چیکار کردی شعر رو؟ من شعر رو گفتم اوکی میشم حفظ میکنم. بیتاش حقیقتا یادم نیستش اصلا چی بود خودش. بگذاریم آقا گفتیم حفظ میکنیم. کتاب باز کردیم طبق روال همیشه یه کاغذ سفید آوردم هر بیت رو حفظ کنم بعد برو پایین و خدمت حارس باشم که گفتم خب حفظ میشم. یک بیت رو میخوندم، یک بیت رو حفظ میشم، بیت بعدی بیت قبلی یادم میرفت و این ناشی از این بود که برنامه‌های قبلیم به هم ریخت. حفظ شدی از آخر؟ نشدی. چی کارش کردم که برمیگره به تقلب. نوشتی بردی. خب شعر رو ننوشتم، یعنی حوصله نوشتنش هم نداشت. یعنی گفتم آقا بنویسم. امان از چیه گشاد؟ آفرین. پارش کردم همون سفر رو حتی نرفتی بنویسی؟ همون سفر رو پاره کردم. به این سفر رو پاره کردم گذاشتم. ترفند همیشه یه جایی ورسا جاسازش کردم. جورابی نیمکت بودین یا تک نفره؟ نیمکت نه تک نفره خیلی سخته. تک نفره اتفاقا تقلب راحت تره برام. نیمکت خیلی راحته. من از نیمکت جامیز داری. من از نیمکت ها رکب خوردم کناریاش. منم یه خاطر دارم کلاس 6م ولی نمیخوام الان اینو تو انتخابات بدم. میریم بعدی. آقا موفق شدی؟ بله. به راحتی. ببین مراقبه داشتش میرفت. خدمت اینجوری بگم که مراقبه رفت مثلا تصور یک راه رو داره، مراقبه رفتش عقب، توی بعدی که داشتش رفت به جلو، حرکت کردش به جلو و طوری بود که انگار من اصلا به من دید نداشت. من ورقه رو آروم در آوردم و استرس زیاد داشتم، زیر ورقه‌ها گذاشتم چون پاسخنامه اینا بود دیگه، زیر همونو گذاشتم. باز از این استرس داشتم که من معمولا آخه ورقه چک نویسم میگیرم سر امتحان. چرا؟ چون تقلبایی میبرم و لابلوکم بگم این تو نوشتم چک نویس بوده دبه کنم اونجا. بعد این دفعه خب خود کتابو کنده بودم و گذاشته بودم. خب مینوشتی توی برگ دیگه. حالا بعد یعنی گفتم ولش کن اینو باز حفظ میشم. اینجوری به خودم گفتم که حفظ میشم، مرور باید میکردم، مرور نکنم میپری. چند تا نمونه سوال میدیدم. خیلی موفق شدی از آخر. موفق شدم. اونو آوردم زیر پاسخنامه و اینا. گفتی نیمکت من چیزی یادم اومد بگم تموم خاطره. چند تا بیت بود، 2 بیت نمیدونم یا 1 بیت بود، نگاه کردم نوشتم لول کردم و دوباره خیلی نه آقا من کلاس 6م بودیم فکر کنم. کلاس 6م بودم. 5 هماهنگ بود امتحانا فکر می‌کنم. آره بعد چند امتحان هماهنگ ما تجربه کردیم. وای کنکور بوده. ببین چیز بود، این نیمکت بود. بعد درسی که من خیلی بعد از حالا تو درس علوم قسمت بدن و اینا که بدن میاد گفتم بچه‌ها میدونن دیگه
مطالعات؟ مطالعات. نه آراد واقعا نه. تو انسانی آخه خیلی خزعبلات بد میگفتن تو مطالعات اجتماعی. بعد قدس کتاب انقدر آره ریاضی قدس، ولی مطالعات همیشه قدس حذفیاتی داشت. اگه یاد باشه نیمه دومش همیشه 24 تا درس بود، 14 تا درس. حالا اصلا کار ندارم، این امتحانه معلم خودمون داشت میگرفت، هماهنگ نبود. آره معلم گفت آقا میخوام امتحان، معلممون هم خانوم بود از آها امتحان هماهنگ نبود. راست میگی. آره درسته. من فکر بعد دمش گرم پایه هم بود، معلم دیگه خانوم بود، پایه هم بود. بعد من گفتم من واقعا نخونده بودم، یعنی اینجوری بودم که مطالعات که سگ نمیخونه، چرا مطالعه؟ حالا ببخشید اونایی که مطالعات اصلا رفتم بدم هم خونه نامد، گفتم چیکار کنم، فقط تقلب برام مونده بود دیگه. آقا من نشستم کتابی دست نوشتی معلم کدوم کتابو باز کردم، عالی فوق العاده قوی قدرتمند. نیمکت نشستیم کنار دستیم هماهنگ بود با هم، این آروم تو کیف دیدین دیگه، نیمکت کیفا پایینه، گذاشتم رو پام باز کردم، قشنگ اینجوری رو پام باز کردم، شروع کردم نوشتم. بعد دیدم معلمی داره نگاه میکنه، اومد نزدیک، چیکار میکنی؟ گفتم به قرآن 2 خط دیدم. بعد گفت جمع کن، گفتم باشه، همون آروم گذاشتم، ادامه امتحانو سفید دادم. دروغ میگی به علی، دروغ میگی. نه واقعا قبولم که گفت باشه بذار، دمش گرم، واقعا دمش گرم. این خوب بود. با دقیقاً تو همون سال ما یه رفیق داشتیم، امسال تو مدرسه خودمون، از حالا شاید نخواد اسمش نمیگم، آره چون خاطره خیلی مشخصات میبریم، اگه بنده خدا خودش فهمید لایک و کامنت بزنه. آره نمیدونم میبینه یا نه، ولی تو مدرسه امسالمون هست، تو هم میشناسیش. خب ما کلاس ششم هم کلاس بودیم، حالا رفیق خودم 100 درصد فهمیدن تا الان. آقا این خیلی شید، من این دیوانه میکردیم، کل مدرسه رو سرمون بود، اون خیلی بیشتر. خب بعد امتحان فارسی داشتیم و معلمم که از این معلم سوورا پیرایی که دیگه آره، و دهن تو سر امتحان لحاظ مراقب بودن سرویس میگه، دوباره خودش میخواد امتحان بگیره. بعد این بنده خدا کاغذ نوشته بود. خب کاغذ نوشت برده بودش، کاغذ نوشت، شروع کرد باز کردن، دیدن اینم دید، در آورد جلو همه پاره کرد، شروع کرد سخنرانی کردن، تو میخوای در آینده چی کاره بشی، الان این فارسی تو خراب کنی برای یه امتحان فرداش تعیین رشته میخوای چی کار کنی. ششم بودیم. بعد خلاصه اونم ناراحت فلان گریه اینا. بعد کجا نشسته بود دقیقاً نیمکتو که دیدین یه جای خالی داره به هم وصله. یعنی اینجوری بود که میتونه تقلبم حتی از من بگیره، چون زیرش گذاشته بود و من دقیقاً بود. گفتم یه الان دهن منم سرویس میکنه، میگه نه تو با این هماهنگ کردی اینجوری بود. من اینجوری بودم که به قرآن من کاری نکردم، تو رو نگرفت، فقط دهن بنده خدا رو سرویس کرد. ولی حقش بود، خیلی نامرد نوشته کل برگشت پر بود. خب ولی نه اصلا شیرینی هر امتحان به تقلبشه، واقعا نمک هر امتحان همه با خرخونی 20 میشن، بلدی با تقلب 20 شو. اینو که گفتی آره این کامنت شوخی میکنم، یعنی میگم این فقط ذکر تجربه است، اصلا قرار نیست چیز مشاوره چیزی باشه. خدمت دارز باشم که من کلاس ششم بحث امتحانای دبستان که شد و نیمکت و اینا که گفتیم، معلمای ما با همون هماهنگ بودن، امتحان هم هماهنگ، یعنی به اون تقلب میرسونه. مراقب میومد، از این مدرسه غیر انتفاعی بود که تعداد کم بود. دارم میگم معلم برگر رو جلو همه پاره کرد، ما اینجا معلم هماهنگ بود، ما اینجا معلم خیلی هماهنگ بود، مطالعات اجتماعی بودش. خب دقیقاً چون بدت میومد گفتم بذار همینو بگم، منم همون امتحان با اینکه مطالعات خیلی دوست دارم، ولی اون امتحانو به واسطه اینکه معلم میدونستم کمک میکنه دیگه نخوندم همون امتحانو. آقا خب اون زمان نسبت به معاون و ناظم یکم ما ترس داشتیم، در حالی که همه با هم هماهنگ بودن که بچه‌ها کمک کنن. کتاب باز کردم و گفتم یه نگاهی بندازم، ناظمش صاف اومد کنار من نشست، نیمکتم خالی بود. اوه منم اینقدر اتفاقا برام افتاده. آره تو جامیزی بعدش ناظمه بهم گفتش که چقدر نوشتی؟ گفتم که مثلا من این صفحه‌شو جواب دادم. گفت خب اوکی الان معلمتون میاد چیزا رو میگه. چه کتاب برده بودی وقتی معلم قرار معلم خب نیومده بود همون. آها معلم نیومد. خیلی آدم کثیفی هستی. من بهت اعتماد کردم میشور. خب ناظمه اومده بود بگونی مثلا مراقب شو، بعد کنار من نشستیم که من خالی بود. صندلی آخرم من دقیقاً خیلی استبدیه. و اون موقع استبدی بود، ولی تو بلدم باشی یا کنار بشینه هیچ یادت نیست. اسم مزخرفی تصور، مخصوصا اعلی امتحانات الان و اینا رو فکر کنم مراقب نشسته. خب بنویس امسال اصول گرفتن تقلب، والا با داستانایی که حواشیایی که تو تلگرام و اینا اومدش دیگه. آره من به چش دیدم امسال. آره منم خودم با توجه به اینکه قبلش خیلی میگفتن تقلب چیزی نمیشه. حالا از اینا بگذریم، از اینجوری بهت بگم. من یه خاطره بگم. بگو. آقا من تو همون مدرسه دوباره کلاس پنجم ششم اوج دیوونه بازی من اون سالا بوده. حالا بچه‌ای که با هم بودن یادشونه. آقا ما با حالا اصلا ربطی به امتحان تقلب نداره، ولی خاطره جالبه. ما یه ناظم داشتیم قد شد 2.10 درست، عرض انقدر هرکول بوده واقعا میدید و بچه انقدی مثلا کلاسشو میدیدی واقعا تایید گرم میشد، خیلی ترسناک بود.
فامیلش هم فامیلش نمیگن، فامیل اباحتی داشت. ما از این میترسیدیم. بعد مدیر بالی، ولی از اون سخیرایی که بعضی وقتا باهات حال میکنه اوکیه. بعد ما مدرسه‌مون 2 طبقه بود، یعنی پله میخورد میرفت بالا. بعد زنگای تفریح اون موقع اینجوری بود که همه باید تو حیاط باشن. آره میکنه چه قانونی بوده اصلا من نمیفهمم چی گفته. همین الانم شاید باورت نشه تو بعضی مدارس ولی من اینو با دید مثبت نگاه میکنم، به این منظور که بچه‌ها رو به زور بیان یه هوایی بخورن. آقا نمیخواد، میخواد لم بده آقا. اینم منطقیه. چه قانون مسخره‌ای بود ما داشتیم. نمیدونم ولی واقعا هوا بخورین. حالا آقا اینجوری بود، یعنی بعد ما گفتیم آقا ما واقعا نمیخوایم اینو گرمه و با لباس فرمای مزخرف، حالا لباس بعد گرمه دیگه، حالا ما همه جنساش هم آره. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ بعد اون موقع مبصر داشتیم که بچه‌ها رو بیاره پایین. گفتیم آقا یه کار می‌کنیم، ما 15-20 نفر بودیم، بعد خود ناظم و اون مدیرمون بالا داشتن راه میرفتن بچه‌ها رو بیارن پایین. 20 نفر راه میرفتن میگفتن آقا برو پایین. 20 نفر که هیچ کدوم مبصر نیستن، آقا برو پایین. برو. یعنی حدود 15 دقیقه زنگ تفریح اینطوری گذشت، ما بالا فقط راه میرفتیم. فقط کلا برو پایین. مدیر میگفت چرا مبصرا زیادن، بعد هیچکی نمیره پایین، ما یه رو بداریم راه میریم. یه چیزی بودش مثلا اونجا ما براتون شوخی مثلا. مبصر بودن اون زمان یه حالت اشتراکی سوپرمن بودی اصلا. نه سوپرمن بکنم، من اشتراکی که میگم یعنی چی؟ یعنی اونی که مبصر اصلی میشد میگفتش خب تو دستیار من میشی، تو هم دستیار من میشی. بعد همینجوری بعد نمیدونم یه ادعای قدرتی میشد، واقعا چیز بود. گیم اف ترونز زور میتونست یه منطقه میتونست برای تو باشه. خیلی واقعا زور می‌خواست. خب این کلاس مثلا این راهرویی که داره ما بعد از این یه چیزای تلقا هم بود مینداختی تو گردن نمیشه. انتظامات مثلا اونایی که جای آبخوری بودن و نمیذاشتن آب بخوریم، واقعا یزید، واقعا یزید. یعنی اگه الان که سر رفیقام داره میبینه ویدیو رو خیلی نامردی، یا اگه از بچه‌ای که دارن میبینن و یه همچین پستی رو داشتن، واقعا یزید بدتر اومد. ما بگم حالا تایم اوکی بچه‌ها، تایم داریم، یک چند دقیقه می‌خوایم یه خاطر از آبخوری بگیم. یاد خاطرات داریم. خیلی خوب آقا، ما آبخوری من کلاس 2 یا 3 بودیم، طبق بچه پسر بچه دبیرستانی که تازه تو فضای بچه قرار گرفته، زنگ تفریح فقط میدوی، فقط میدوی. و ما یه بنده خدایی بود فرخنده، خیلی هم سال است ندیدمش، اگه نمیبینه 100% اینا، خیلی نامش تنگ شده. آقا این بچه اینکی بود، ما داشتیم میدویدیم با اتفاقا یونس محمدپور هم که با همونه، من اون سال هم کلاس من بود، این توی مدرسه بود. ما آقا داشتیم 3-4 نفری میدویدیم، دیوونه بازی فلان. من اینجا یونس محمدپور میگم، یکی از رفیقامون خبره. بعد میدویدیم فلان اینا. آقا این بنده خدا دوید باش، منو میدیدم رفت با عینک جای آبخوری که من خود پاش به یه ستون گیر کرد، با عینک رفت توی یک میله ای، این عینک خورد شد قشنگ اینجا جر خورد. خیلی صحنه و من یادم قشنگ خیلی بد بود بچه‌ها. چرا بعد از آبخوری همچین خاطری داشته باشی؟ نمیدونم گفتی آبخوری هم، چون قشنگ یادمه اون میله ها نگاه آبخوری‌ها رو شرمنده یه جوری طراحی می‌کردن که انگار دارن علف برای گوسفندا می‌ریزن. آره دقیقاً اینجوری بود که داداش بخور دیگه تا نمیری، این شکلیه نمیری. دقیقاً. از اینا بگذریم، یه خاطره آخری هم بگیم و که بچه‌ها دیگه خسته نشن. خاطره بیام تو امتحان نهایی یکم تقلبای امسال. آره این از من نیست، دیگه رفیقامه حقیقتا که برام تعریف کرده. صحت یا قبلش میگفتن اگه سرت به چرخه رفتی ببری از کلاس اول بخونی، مثلا این شکلی بازی مرکب بود سر اون امتحان. نامردا. آقا این بنده خدا خدمت یه لحظه من یه چیز بپرسم، تقلب کردی مثلا خدایی؟ خب به ابوالفضل نکردم، منم هیچی نکردم. من به ریسکش نمیارزید. میشد ولی به ریسکش دقیقاً به ریسکش نمیارزید. من تقلب یعنی خیلی‌ها بودن که نمیگه آقا تقلب برسون، خب باز میذاشتم دیگه میدی. من هر کی به من پوستر یا آدم رندوم کامل باز می‌ذاشتم. بازه ببین دیگه، من برگمو نمیگیرم. گفتم ببین من اینجوری نیستم که بخوام بندازم، خب چون بده من بازه، تو دیدی دیگه بنویس. آفرین. ولی کن خدمت عرض باشه و کم هم بودن از این آدما، خیلی جالبه. یعنی کم بودن زوده خودشون رو برقه می‌زنن، همه بهم کمک می‌کردن، این باحال بود. هر چی سن بالاتر میره یکم. ببین اون بچه حالا تخس میتونیم بگیم چی بچه سال کلمه خوبی نیست. تو 17-18 سالگی خیلی کم میشن ولی هستن. خودتون رو تغییر بدین، از همین قاب میگیم. آقا از اینا بگذریم. این رفیق من اسمی از نمیبریم، شاید من خودم میگم دوست نداشته باشه، ولی اگه داره این ویدیو رو میبینی فکر میکنم مطمئنا نسبت به این موضوعی که میگم یه یادآوری بشه. کاغذ نوشت، این دعا با خودش میبرد.
تو جوراب میذاشت، یعنی دور مثلا تصور این دور جوراب کامل پر بود از یعنی مثلا کاغذشو میداد بالا، کاغذ شماره 1 کاغذ شماره بعد یه جوری هم طراحی کرده بود که تا انگشت میزنی سری بیاد بالا راحت. ببین کاغذ شماره 1 مثلا فلان بخش کتاب موفق شد خیلی. خب توی همین امتحان ولی یه امتحان این کارو کرد، این که امتحان دینی هم بود. ما یکی از بچه‌ها سر آزمون آخرمون نه آخری زمین داشتیم. آمار مگه نبود مال شما؟ نه تو توی عمومیات زمین داشتیم. بعد نامرد میدونی چیکار کرده بود؟ اون ورقه کارت ورود به جلسه آره پشتش نوشته بود فصل‌بندی مرتب فصل 1 خلاصه فصل 2 برد راحت. اصلا برای امتحانات ادبیات هم یکم هم یه میز جلوتر من اونور من میدیدم و قصه می‌خوردم که تو قیافت نامرمانی هم زحمت داریم. از خاطرات تقلب بچه‌ها بگذرم، من یه چیز دیگه یادم اومد اینو بگم، ویدیو رو بچه‌ها ببندین و لایک و کامنت هم اگه دوست داشتین بزنین و البته زنگولو خاطراتون هم اگه چیزی داشتین حتما اگه دوست داشتین بگین. من این رو بگم و ویدیو رو تموم بکنیم. الان یادم اومد ادبیاتو که گفتم تقلب کردم. من یکی از امتحانات جغرافی من کلاس دهم همین کارو کردم، بازم کتاب نوشت، یعنی اصلا زحمت نوشتن ندادم. خیلی بچه‌ها خب تقلب برگردونی خب نه یک بخشی بود جدول بود کامل، اون جدول بکش حالا اصلا حس، یعنی کامل گفتم خب اوکی این جدول دوربری کردم با خود درس خوندن که نداره تقلب نداره. شروع کردم جدولا رو همه رو بکندن تو جامعه دادیم گذاشتن. بعد معاون من باش خیلی رفیق بودم، خیلی آدم باحالی بود دیگه، منو نمیگشت، میگفت برو اوکی. من عذاب وجدان دارم واقعا همچین کاری با بنده خدا میکردم که من نمیگشت و من یه جمله آخر ما بگیم آقا با این موضوعی که میگن تقلب یکی زحمت حرام است. نه حرام بودش کاری نداره. این که یکی میگه آقا مادام زحمت میکشم درس بخونم، یکی واسم با تقلب همونم. آقا من درس خوندم 18 شدم، میگه با تقلب 18 شده، با این مشکل داری؟ یک ضرب المثلی بود میگفتش که هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکتون خوب کنی. ببین آخرش که باید کنکور بده، دهنت سرویسه، ولی موافقی با این تقلب؟ نه قطعا هر کسی همون تقلب انده زحمتشه. آخه تو زحمت هم نمیدی بخوره کتابو میکنی نامرد. اونم برادر برسم اون ریسکی که به جون خریدم خودش زحمتی که داره قلبم میکشه. چی بگم تا میتونم برس ادله بیارم و جای ویدیو واقعا نیست. حالا بچه‌ها دوست داشتن حتما پارت 2 اگه دوست داشتین کامنت بکنین، خاطره اگه داشتین حتما برای ما تو کامنت ها اگه دوست داشتین بنویسید. مرسی که اونجا حوصله دادین. آره واقعا لایک کامنتاتون شیر هم بکنید دیگه، طبیعتا میدونی که دیگه بزرگترین کمک ما اینه که ما رو معرفی کنید. ما هر دفعه میگیم دمتون گرم، مرسی و خدافظ.